آمار امروز امریکا به ما نشون میده که جوانهای امریکایی سالهای آخر دبیرستان، سالهای اول دانشگاه، حدود 80%شون ماریجوانا یا وید یا پات یا علف یا هر اسم دیگری که براش هست رو امتحان میکنن، استفاده میکنن و باهاش آشنا میشن. امروز این مسئله یک واقعیت. از طرف دیگه قوانین مربوط به وید داره تغییر میکنه. بعضی از ایالت‌های امریکا به کلی داشتن و خرید و فروش وید رو دیگه قانون سختی براش ندارن. جرم جنایی نیست. آسونتر و آسونتر میشه. در بعضی از ایالت‌های امریکا شما میتونین برین به مراکزی و به اندازه مصرف شخصیتون وید بخرین، استفاده کنین. اگه تو ماشینم کنارتون بگیرن ازتون یا همراهتون داشته باشین، اگر اندازه حدود اندازش تا جایی باشه که برای مصرف شخصیه، قابل قبوله و جرمی نداره. این تغییرات و این واقعیت ها باعث شده که جوانهای امروز نظرشون راجع به استفاده وید جور دیگری باشه و تا حدود زیادی متفاوت از نظر پدر و مادرها، به خصوص پدر و مادرهای ایرانی امروز در امریکا. جوانها نظرشون اینه که بابا وید خوبه، سالم، طبیعیه، داره آزاد میشه، برای این موضوع خوبه، برای اون موضوع خوبه، اضطرابو از بین میبره، اشتها رو زیاد میکنه، برای بعضی از بیماری ها خیلی خوبه. پس وید اصلا مشکلی نیست. ویدو نگران نباشین، وید خوبه. شما ایرانی هستین، شماها نمیدونین، شماها نمیفهمین، شما سنتون بالاست، شما مال ایرانین و کاری به کار من نداشته باشین. من میدونم دارم چی کار میکنم، زیاد سخت نگیرین. از اون طرف پدر و مادر ایرانی واقعا نگران. پدر و مادر ایرانی وقتی میشنون که پسرشون که 17 سالشه آخر هفته وقتی رفته پارتی با دوستاش، حالا وید هم استفاده کرده، امتحان کرده و نگرانن و میترسن و فکر میکنن که فردا پسر من حتما دیگه هروئینی خواهد شد. و وقتی این بچه روز بعد میاد میشینه تو خونه، فوراً بمبارانش میکنن با کی به تو اینو داد، کجا رفتی، نگفتم با این معاشرت نکن، نگفتم اون پسر خوبی نیست. و تمام این نگرانی ها و تهدیدها و پدر و مادر رو توی فضایی میبره نگران، پر از وحشت، عصبانی، و بچه ها رو توی فضایی میبره که بابا پدر و مادر من اصلا نمیدونن دنیا چه خبره، اوضاع چطوره. این باعث یه اختلاف خیلی بزرگ میشه. من انتظار دارم از پدر مادرها که بتونن راجع به مصرف وید، نوشیدن مشروب، کشیدن سیگار، قلیون، بتونن با بچه هاشون صحبت بکنن، گفتگو داشته باشن، بتونن نظرشون رو بدن و نظر بچه ها رو بشنون. آمار نشون میده خانواده ها، پدر مادرهایی که میتونن به راحتی با فرزندانشون در این موارد صحبت بکنن، امکان اینکه فرزندان گرفتار بشن کمتره تا خانواده هایی که فرزندان همه اینجور مسائل رو مخفی میکنن، پنهانکاری دارن، چون در دنیای خودشون پدر و مادرشون نمیدونن، نمیفهمن و قادر به درک این مسائل نیستن. بنابراین تقاضای من اینه که بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم، حواس پدر و مادرها جمع باشه. از 80% بچه هایی که من گفتم میرن و وید میکشن در سالهای آخر دبیرستان و دانشگاه، درصد کمیشون، یه عده، یه چیزی حدود 10 تا 15% این بچه ها گرفتار میشن و ادامه میدن. پدر مادرها اگه حواسشون جمع باشه، ببینن اگه بچه ها وید میکشن ولی درسشون رو میخونن، مدرسهشون رو میرن، مسئولیت هاشون رو انجام میدن، تغییر اساسی در زندگی این بچه ها داده نمیشه، نگرانی زیادی نداشته باشن. از طرف دیگه بعضی از پدر مادرها باید حواسشون باشه، برای اینکه متاسفانه بعضی از این جوانها
با کشیدن وید، امتحان کردن و کشیدن و میفتن توی فضای استفاده و یواش یواش این کشیدن ها هر روزه میشه. این بچه ها یواش یواش زندگیشون تغییر میکنه، از مسیر عادی خودش بیرون میاد. اینجا میبینیم که این بچه ها بیشتر، چون وید اثر میذاره توی سیستم فکری جوان ها و شما رو میبره توی فضای یه مقدار خیالی و فانتزی، برای همینم خیلی ها دوستش دارن یا خوششون میاد. این ممکنه برای تفریح برای بعضی ها خوب باشه، لذت بخش باشه، ولی اگر عادت هر روزه یک جوانی بشه به زندگیش و رشدش لطمه میزنه. ما آروم آروم میبینیم که این بچه هایی که میافتن و گرفتار وید میشن، درسشون دچار اشکال میشه، روابطشون دچار اشکال میشه، مسائل مالیشون دچار اشکال میشه، شروع به پنهانکاری میکنن، یه کمی عصبانی تر میشن، یواش یواش میخوان میونبر بزنن تمام کارهایی که باید بکنن، حرف زیاد میزنن، کار کمتر میکنن. مجسم بکنین یه بچه‌ای که چند سال هر روز داره وید میکشه، وقتی نگاش میکنین و باهاش حرف میزنین به نظر میاد که کلش داره گنده تر میشه و دست و پاش داره کوچولوتر میشه، کاری انجام نمیشه، فقط حرف. باور کنین بچه ها میبینین 3-4 ساله در کالج هیچ پیشرفتی نداشتن، کاری نتونستن بگیرن، اگرم کاری گرفتن کار از دست دادن، همش نظر میدن، فلسفه میبافن، سیاست صحبت میکنن، منتها از عهده کارهای روزمره زندگی خودشون غافل هستن. این بچه ها نظرهای بزرگ و گنده میدن، اختلافهای خیلی زیادی با پدر و مادر نشون میدن از خودشون، ولی متاسفانه یک موجود به موجوداتی تبدیل میشن که از مسیر اصلی زندگی خارج شده. یواش یواش بعد 2-3 سال شما با یک روی تاخچه تو اتاق این بچه با یه سر گنده دارین صحبت میکنین که دست و پاش دیگه خیلی کوچیک شده، همش حرفه، همش صحبته، کاری انجام نمیشه. این مرحله است که دیگه بچه گرفتار شده. بله، وید یا ماریجوانا میتونه اعتیاد آور باشه، میتونه، همینطور که همه یه بچه های جوان دوروبرشون رو نگاه کنن خودشون میگن پاتهد، بچه ها پاتهد دوروبر میبینن. این آدم ها گرفتار شدن، اعتیاد پیدا کردن به مریوانا و از مسیر اصلی زندگیشون خارج شدن. اینجاست که پدر و مادر باید کمک بگیرن، اینجاست که پدر و مادر باید کمک بکنن و اجازه ندن این اعتیاد ادامه پیدا کنه و کمک بچهشون بکنن بتونن بچه رو، فرزندشون رو به یک مسیر بهتری هدایت کنن. ممنونم.